سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی اگر دارین این ویدیو رو میبینید و سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید که خیلی به من کمک میکنه. این تاپیک که براتون آماده کردم یه ست شورت هم داره، ست پایین تنه بیکینی که این بالا میتونید اون رو ببینید. این تاپ یه تاپ ساده و در این حال شیکه، توی تن خیلی قشنگ میشه. و اینکه من کانوا آلیز دیوا استفاده کردم، شماره رنگش اینه. این رنگش خیلی یه شیری خوش رنگ و براقیه، برای وقتی برنزه میکنین خیلی رنگ جذابی میشه. و قلاب شماره 2.5 من استفاده کردم و اینم شورتش بهتون نشون بدم. اینم میبینین که اینجا پای بلنده، بعد این کنارش مدل داره با اینجا دقیقا مثل همین پای بلند مدل و اینجا هم حصیری هستش. میریم که بافت تاپ رو با هم دیگه شروع کنیم. بافت تاپ رو با هم دیگه شروع میکنیم. برای بافت این تاپ مثل همیشه یه سر اندازه‌گیری‌های اولیه کلی رو من براتون نشون میدم که این اندازه‌گیری‌های اولیه هست، سایزهای مختلف، اندازه نوک سینه تا زیر سینه، اینا همه به سانتی متره. با این طول و عرض کاپمونه میتونین طول و عرض سینه رو اندازه بگیرین یا طبق این اندازه‌گیری‌ها ببافین، یا بازم میتونین اندازه نوک سینه تا زیر سینه رو اندازه بگیرید و به تعداد اون زنجیره بزنین. این دلخواه اگه بخواین دقیق تر باشه میتونین سایز بندی خودتون بگیرین. خب برای بافت تاپ من اندازه 14 تا ابتدا زنجیره میزنم، اندازه 14 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا که زنجیره زدم 3 تا هم اضافه تر میزنم. 1 2 3 میشه 17 تا. بعد از 4مین زنجیره از قلاب اینی که توشه که میشمارم 1 2 3 4. من از حلقای پشت میبافم، میتونیم به صورت ساده هم ببافیم. 1 2 3 4. از 4مین زنجیره از حلقای پشت از قلاب شروع میکنم به پای بلند بافتن. این زنجیرهای اول 3 تا هم که نبافتم اونم جزء پای بلند حساب میشه. به این شکل پای بلند میبافم. به همین شکل پای بلند میبافم تا یکی مونده به آخر. به این شکل بافتم. دونه آخر رو برای دونه آخر، داخل دونه آخرم بعد 2 تا پای بلند ببافم. اول 2 تا پای بلند، 1 2 1 ببخشید، اینم 2 تا پای بلند میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم، توی همونجا 2 تا پای بلند دیگه میبافم. این بالای کاپمونه. بعد دوباره به همین شکل پای بلند میبافم این کنارهای کاپ. اینم میتونین گوشه نگه داریم و داخل بافت پنهانش کنیم. در رفت. و همین شکل پای بلند میبافم تا برسم به پایین کار.
به این شکل بافتم و رسیدم پایین کار. این دونه آخر که جزء زنجیر میشرم حتما ببافیم، چون گفتم اون زنجیرهای اولی جزء پای بلند حساب میشه. به این شکل میبافیم. یه نکته هم این که اینجا که وسط جای خالی هستش، تعداد دونه‌های اینور با تعداد دونه‌های اینور باید برابر باشه. هر چند ردیف یه بار بشمارید که اشتباه نکنید. بعد برای ردیف بعدی 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، نزدیکترین دونه رو نمیبافم، از بعدی شروع میکنم پای بلند بافتن. به همین شکل پای بلند میبافم تا برسم به بالای کار. وقتی رسیدم به بالای کار، داخل این 2 تا زنجیره‌ای که زدم 2 تا پای بلند، 1 2 2 تا زنجیره، دوباره توی همونجا 2 تا پای بلند، 1 2 و با پای بلند برمیگردم. با پای بلند برمیگردم تا برسم پایین کار. به همین شکل بافتم رسیدم تا پایین کار. این 2 تا زنجیره رو زنجیر بالایی هم یه دونه پای بلند میبافم. به همین شکل بافته شد. خب این چند تا ردیف رو، این 2 تا ردیف رو باید همجوری تکرار کنیم تا اندازمون به اندازه دلخواه برسه. من 8 تا ردیف بافتم، بعد این کنارهای کار و بندش رو زدم. شما بر اساس این کاپتون چه مقدار اندازه سینه‌تون یا بر اساس اون اندازه‌ای که براتون اول گذاشتم میتونین تعداد ردیفا رو ببافین و میبافیم تا بعدش بگم چجوری باید دور کاپو و بندش رو ببافیم. به این شکل من کاپم رو بافتم. برای من 8 ردیف شد، برای شما امکان داره متفاوت باشه. بعد الان میخوام مدل کناره های کار و بند بالاش رو ببافم. خب برای بافت مدل کناره ها کامبا رو جدا نکنین، 2 تا زنجیره بزنید، کار رو برگردونید داخل نزدیکترین دونمون 1 پای بلند میبافیم که با زنجیره اولیه انگار میشه 2 تا پای بلند. بعد 2 تا دونه رو رد میکنم، داخل سومی 1 2 تا رو رد میکنم، داخل سومی بافت نامرئی میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، همونجا که بافت نامرئی زدم و زنجیرمون هست 1 پای بلند میبافم، 1 2 تا دونه رو رد میکنم، داخل سومی یه بافت نامرئی. دوباره به همین شکل 2 تا زنجیره، همونجا یه پای بلند، 2 تا دونه رو رد میکنم، داخل سومی یه بافت نامرئی. به همین شکل میبافم. من یه بار دیگه براتون میبافم، 2 تا داخل سومی بافت نامرئی. به همین شکل میبافم تا برسم به این بالای کار. وقتی رسیدم بالای کار اینجا 1 2 تا مونده، سومی میشه داخل اون جای خالی بالای کار. 1 2 تا زنجیره میزنم، داخل همون جایی که بافت نامرئی زدم 1 پای بلند میبافم، 1 2 تا رو رد میکنم، سومی میشه داخل جای خالی. به این شکل کنارها به این شکل بافته میشه.
یک مقدار جمع میشه که اشکال نداره، قشنگ وای میسته، برای قشنگ وایستادن توی تن هستش. بعد الان که داخل این بافت نامرئی زدم، الان باید یه تعداد زنجیره بزنم برای بالای کار. 110 120 تا میتونیم بزنین، با زنجیرم به دلخواه خودتونه، هر جور که دوست دارین میتونین ببافین. 1 2 3 4 5 به همین شکل تعداد زنجیره میزنم. به این شکل من یه تعداد زنجیره زدم، فکر کنم 125 تا شد برای من. بعد از دومین دونه از قلاب 1 2 شروع میکنم بافت نامرئی زدن. بافت نامرئی به این شکل میزنم. یا میتونین پای کوتاه یا پای ساده رم ببافین. من همیشه بافت نامرئی رو ترجیح میدم. به این شکل به صورت معمولی، نیازی نیست از حلقای پشتم ببافین، همین حالت معمولی مثل همیشه بافت نامرئی میبافین تا دوباره برسیم به بالای کاپ. به این شکل بافتم. من اولین دونه رو علامت زدم که یهو قاطی نکنم نبافمش. اولین دونه هم بافت نامرئی میبافم. رسیدم به بالای کار، داخل این جای خالی که دارم بافت نامرئی میبافم. بعد توی دونه بعدی رو هم بافت نامرئی میبافم. به این شکل دوباره 2 تا زنجیره داخل همونجا که بافت نامرئی زدم، یه پای بلند 1 2 2 تا رو رد میکنم، روی سومی بافت نامرئی. دوباره به همین شکل که طرف قبل بافتم این سمتم میبافم تا برسم به پایین کار. وقتی رسیدم به انتهای کار، برای من این مقدار پایینش 2 تا زنجیره زدم، اینو بافتم. اینجا دیگه دونه ای نبود، رو همین زنجیر آخر که میشه بافت نامرئی زدم. نیازی نیست، این دونه آخر زیاد مشخص نمیشه، ایرادی نداره. به همین شکل من این کاپ هم بافتم. میبینیم خب این 2 تا کاپ بافته شدن. بعد تو ادامه میخوام این قسمت 2 تا کاپ رو به هم وصل کنم و پایین و دور کمر رو بزنم که بریم با هم انجامش بدیم. الان میخوام این 2 تا کاپ رو به هم وصل کنم و بند پایین تاپ و دور کمر رو ببافم. برای اینکه این 2 تا کاپ به هم وصل شه، روی کاپ به سمت شما باشه به این شکل. اندازه 30 32 34 36 به این تعداد میتونین زنجیره بزنین با توجه به سایز دور کمرتون. من 34 تا زنجیره میزنم. به این شکل 34 تا زنجیره میزنم. وقتی 34 تا زنجیره زدم، این روی کاپ به سمت شما باشه. با بافت نامرئی بند رو به این پایین پای بلند وصل میکنم. به این شکل بعد بند رو به این پایین وصل کنم و تمام قسمت پایین کاپ رو پای کوتاه میبافم. اولی رو 1 پای کوتاه میبافم و به همین شکل تو هر کدوم از این کنار، این پای بلند این کنارش 2 تاست، تو هر کدوم 2 تا. این اولی رو 1 میبافم، بقیه رو 2 تا. تو تمام کناره های پای بلند 2 تا پای کوتاه میبافم. به همین شکل 2 تا پای کوتاه میبافم. میبینید تو تمام کناره های پای بلند 2 تا پای کوتاه میبافم تا برسم به این قسمت. وقتی که پای کوتاه بافتم پایین رو،
به این سمت کار که رسیدم قرار این رو به این ور وصل کنم، این روی کار به سمت شما باشه. قرار این رو به این وصل کنم. با توجه به اندازه‌ای که توی فاصله سینه هاتون هست باید زنجیره بزنیم. من 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره میزنیم. ممکنه برای شما بیشتر یا کمتر باشه دیگه، این بستگی به خودتون. دوباره کنار این گوشه پای بلند با بافت نامرئی وصل میکنیم به این شکل و دوباره تمام قسمت های پایین رو پای کوتاه میبافم. توی هر کدوم از کناره های پای بلند 2 تا پای کوتاه میبافم، فقط اولی و یکی میبافم. تمام کناره های پایین رو پای کوتاه میبافم. این هم قسمت پایین رو داخل کار پنهان کنید. به این شکل به هم وصل میشه و تمام اینجا رو پای کوتاه میبافم تا برسم به این سمت. دوباره رسیدم به این سمت، به همین تعدادی که این ور زنجیره زدم این ورم باید زنجیره بزنیم. 1 2 3 4 34 تا من زنجیره زدم. 34 تا زنجیره زدم. چون قراره ردیف بعدی رو من همه رو پای بالم ببافم 2 تا اضافه تر میزنم. 1 2 به این شکل. از سومین دونه از قلاب شروع میکنم به پای بلند بافتن. 1 2 3 به صورت معمولی پای بلند میبافم. شروع میکنم به پای بلند بافتن. به همین شکل تمام قسمت ها رو پای بلند می بافم. تمام قسمت های پایین و اینایی که زنجیره زدم، اینایی که پای کوتاه های این وسط و زنجیرهای این ور رو همه رو پای بلند می بافم تا آخر. به این شکل این ردف رو همش رو پای بلند بافتم. برای ردیف بعد من باید 4 تا زنجیره بزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم. کار رو برمیگردونم. 4 تا زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. نزدیکترین دونه که همون زنجیرهای اولیه داخلشه در نظر نمیگیریم. 2 تا دونه رو رد میکنیم، داخل سومین دونمون پای بلند میبافیم به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا دونه رو رد میکنیم، 1 2 داخل سومین دونه پای بلند میبافیم. به این شکل 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا دونه رو رد میکنیم، داخل سومین دونه پای بلند میبافیم به این شکل. به همین شکل باف رو ادامه میدیم. 2 تا زنجیره، 2 تا دونه رو رد میکنیم، داخل سومین دونه یه پای بلند میبافیم. به همین شکل من ادامه میدم تا این سمت کارم. بعد ردیف بعد رو بهتون میگم چیکار کنید. به این شکل کل پایین رو به صورت حصیری من بافتم. خب برای ردیف بعد 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2 کار رو برمیگردونم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. 1 2 میشه 4 تا زنجیره، یا میتونین همون اول 4 تا زنجیرتون رو بزنید.
بعد داخل این پای بلند های ردیف قبل بالاش یه دونه هست، داخل اونا پای بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم به همین شکل. این وسط رو رد میکنم، داخل پای بلند بالای پای بلندم یه پای بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم داخل بالای پای بلندم یه پای بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. به همین شکل تمام بالای این پای بلندا رو پای بلند میبافم. 2 تا زنجیره بالای این پای بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره بالای این پای بلند میبافم. به این شکل بافته میشه. این 2 تا ردیف رو که به صورت حصیره هست رو به اندازه دلخواهتون ادامه میدین. حالا هر تعداد ردیفی که دوست دارین 6 7 تا، حالا بستگی به کوتاه بلندی پایین تاپتون داره. من دوست دارم بلند باشه، یکم زیاد ادامه میدم، بعد بهتون میگم چقدر شد. ادامه میدیم تا برسیم به پایین تاپمون. من 9 تا ردیف بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا ردیف حصیری بافتم. یه ردیف که اولیش پای کوتاه بود و یه ردیف پای بلند و 9 تا ردیف حصیری بافتم. توی ردیف آخرم بعد 2 تا زنجیره بزنم. 1 2 کار رو برمیگردونیم. نزدیکترین دونمون که هیچی، اون زنجیره حساب میشه. این 2 تا که 2 تا زنجیره بود و توش 2 تا پای بلند میبافم. 1 2 به این شکل. بالای پای بلندم دوباره یه پای بلند، دوباره داخل جای خالی 2 تا پای بلند، بالای پای بلندم هم یه پای بلند. و همین شکل تو تمام دونه ها یه دونه پای بلند میبافم. نزدیکترین هم گفتم نمیبافیم. میبافم تا کل ردیف و بعد دور تا دور کارم باید به این شکل ببافیم. من براتون توضیح میدم. به این شکل من ردیف آخر رو هم پای بلند بافتم. میخوام دور تا دور کار رو هم به این شکل مثل این کناره ها ببافم. میتونین همینجوری تموم کنید و بندای بغل و پشت رو وصل کنید، ولی من میخوام کنارهای کار رو هم ببافم. پس این کاپام روشون به این سمت، روی کار رو به سمت خودم میگیرم. کاموا رو به این گوشه کارم وصل میکنم. کاموا رو به این شکل به اون گوشه وصل میکنم. یک گره میزنم، دوباره قلا با اون عبور میدم، میگیرم به این شکل. 1 2 تا زنجیره میزنم توی همونجا یه پای بلند میبافم مثل قسمت قبل دیگه. مثل قسمت قبل 1 2 داخل سومی یه بافته نام، دوباره 2 تا زنجیره داخل همون یه پای بلند، 1 2 داخل سومی بافته نام. می‌بینید به همین شکل کناره های کار رو میبافم. 2 تا زنجیره داخل همون یه پای بلند، 1 2 3 به همین شکل میبافم تا برسم به اینجا رو بهتون بگم چیکار باید کنیم. به این شکل بافتم، رسیدم به گوشه کار. گوشه کارم 2 تا زنجیره داخل همونجا که بافت نامرئی زدیم یه پای بلند، اینجا کناره پای بلنده، به این سمت کل کناره رو رد میکنم. این گوشه اینجا یه بافت نامرئی میزنم، دوباره 2 تا زنجیره داخل همونجا که بافت نامرئی میزنیم یه پای بلند میبافم.
2 تا زنجیره میزنم داخل همونجا که بافتیم، یه پای بلند میبافم، بعد این کنار رو رد میکنم، بالای پای بلندم یه بافت نامرئی، دوباره 2 تا زنجیره توی همونجا، یه پای بلند، این کنار رو رد میکنم، بالای این پای بلند یه بافت نامرئی. میبینید خیلی کنارهای کارمون جمع و جور و تمیزتر میشه. ببافید به نظر من قشنگتر. به همین شکل من میبافم تا برسم به این سمت کار و در آخرم حدود فکر کنم 200 تا زنجیره میزنم برای بندای پشت کار که با بند پشت کارم مثل همین بند بالا با بافت نامرئی میبافیم و به اینجا وصل میکنیم. بریم ببینیم چه شکلی میشه. به این شکل تاپمون تموم شد. تاپ خیلی ساده ولی در این حال شیکیه، تنخورش خیلی قشنگه و اینکه پشت تاپم یه سری بند طولانی بافتم و به صورت ضبدری وصل کردم که بندو من حدود 450 تا زنجیره زدم، با بافت نامرئی بافتم مثل بندای بالای تاپ. و اینم که مدل شورتش هست که میبینین این قسمت ها شبیه پایین تاپمون هست. عکسش رو باز براتون میذارم به اینستاگرام و خیلی مدل شیک و جذابی میشه. و یه نکته این که اینستاگرامم که اینجا میاد رو داشته باشین، اگر سوالی راجع به بافت داشتین حتما بپرسین، خودم بهتون جواب میدم و راهنماییتون میکنم. و دیگه اینکه ببافید و بپوشید و لذت ببرید.